خب امروز اولین سفارش اسنپ فودمونه، یه دونه آیس امریکانو، یه اسپرسو دبل و یه دونه کاپوچینو. برای یکی از مشتریای ثابتمون هر روز 10 تا 12 سفارش رو همیشه میده. حالا بریم بزنیم ببینیم چه جوریه. تو سفارشایی که هم آیس دارن و هم نوشیدنی گرم دارن، ما باید زمان آماده سازی رو جوری تنظیم کنیم که همه با هم دیگه آماده بشن و با اون کیفیت مد نظرمون برسه دست مشتری. من همیشه مخصوصا برای سفارش‌های اسنپ فود اول آیس رو میزنم، بعدش تو پورتافیلترام قهوه رو آسیاب کرده آماده میذارم، بعد پیک اسنپ رو میگیرم که بیاد اینجا. وقتی که پیک رسید دیدمش نزدیک بود، خب شروع میکنم با آماده سازی گرما. الان مثلا تو این سفارش یه اسپرسو داریم و یه کاپوچینو داریم که جزء آیتم‌های گرمن. اسپرسو رو میذارم برای آخری، سلام چکریم، و کاپوچینو رو شیرش رو آماده میکنم، لیوانش همه چی آماده. به محض اینکه دیدم پیک اسنپ رسید سریع این دوتا رو آماده میکنم، بسته بندی میکنم، تحویل میدم. پس ما اول یه دونه آیس امریکانو داریم دیگه. آره یه دونه آیس امریکانو داریم، اون آماده میکنم میذارم تو یخچال. این تا 10 دقیقه هم بمونه خب یخ و آب دیگه هیچ اتفاقی نمیفته، یعنی مزه عوض نمیشه. دیدم وقتی پورتافیلتر رو آماده میکنم برای اسپرسو و کاپوچینو، وقتی که پیک اسنپ فود دیدم نزدیکه، من اون دوتا رو سریع آماده میکنم و میدم به پیک. حالا بریم مراحلش رو با هم دیگه ببینیم. طبق عادت من همیشه اسکیل میکنم پورتافیلتر رو که وزن دقیق هم بیاد. این فاصله خب دقیقا الان 18 و 1 دهم گرم اوکیه برای این آیس امریکانو. نیدل میکنیم. ببین یه وقتایی خب نیدل که میکنیم سطح قهوه‌مون اینجوری میشه، ببین خیلی تو رفته. من اینو یه بار دیگه نیدل میکنم که درست بشه، هم سطح بشه. چون وقتی که لول میکنیم یک دست صاف نمیشه. خب الان میریم برای اصاره گیری. اصاره هم بهتره که همیشه اسکیل کنیم که طعممون یک دست بشه. اینم قبل از ریختن یکم هم میزنیم که کرما شکلی بشه. این هم آیس امریکانو تا اینجا آماده شد. یکم آبش به نظرم کمه، براش میریزم. خب تا اینجا من آیس امریکانو رو آماده کردم. یه دونه اسپرسو دبل میمونه با یه کاپوچینو. قبل از اینکه برم این دوتا رو آماده کنم، من میام پیک اسنپ رو میگیرم که بیاد سفارش رو ببره. تا زمانی که میرسه سفارش هم آماده است. آیس کافی شد، محقق میذارم توی یخچال. این سراغ اول کاپوچینو و بعدش هم اسپرسو. این هم طبق معمول اسکیل. قهوه‌ام 17 و 8 گرم. تقریبا 5 گرم دیگه باید اضافه کنم. عالی. من این پورتافیلتر رو آماده میکنم. اینو میذارم برای کاپوچینو، برای اسپرسوش هم که جداگونه که دیگه آماده میکنم. همیشه پورتافیلتر هم تمیز میکنیم که قهوه آسیاب شده تو لیوانش نره. 3 گرم اوکیه میکنیم.
18 گرم بود. اوکی، این پشت فیلتر برای اسپرسو آماده میکنم و بعدش هم تمپ. همه چیم آماده است، منتظریم پیک اسنپ برسه که ما آماده سازیشو یعنی نهاییش کنیم و بدیم ببریم. خب پیک اسنپ هم داره میاد. من میریم اون دوتا رو اول کاپوچینو رو آماده میکنیم. کاپوچینو رو شیرش رو آماده کردیم. اسپرسو که دیگه خیلی حساسه به خاطر اینکه از دهن میفته، اگه خیلی سرد بشه حجمش هم کمتره دیگه، حجمش رو 35 میله. اگر خیلی زود آماده کنیم طبیعتا سرد میشه برسه دست مشتری. حالا کاپوچینو چون شیر گرمش اضافه میشه بالاخره گرمی خودش رو نگه میداره. مثلا همین کاپوچینو مشکل نداره، پیک داره میاد آماده میشه. این آماده شد. اسپرسو هم میمونیم تا پیک دقیقا برسه. پیک سفارش ما رو تایید کرده و داره میاد. خب اسنپ هم زنگ زد که دارم میام. من هم اسپرسوشو میزنم.